چطوری با زبان شکرگزاری زندگیمون رو تغییر بدیم؟ تا حالا این جملات رو شنیدی؟ باید برم سر کار. باید بچه‌ها رو برسونم. باید خونه رو تمیز کنم. باید غذا درست کنم. حالا یه لحظه فکر کن. اگه به جای کلمه باید از کلمه خوشحالم که میتونم استفاده کنی چه اتفاقی میفته؟ خوشحالم که کار دارم و میتونم برم سر کار. سپاسگزارم که بچه دارم و الان میخوام برم دنبالشون. خوشحالم که خونه دارم که باید تمیزش کنم. شاکرم که غذایی دارم برای درست کردن. این همون قدرت زبان شکرگزاریه. چالش ها فرصت های پنهان زندگی هن. زندگی همیشه آسون نیست. راه پر از پیچ و خم ها و سختی هاست و گاهی حتی ممکنه به بنبست برسی. اما اگه به جای فرار کردن وایسی از همون لحظه یاد بگیری میتونی بزرگترین درس ها رو پیدا کنی. وقتی شکرگزار باشی و دنبال معنا توی لحظه های سخت زندگی بگردی دیگه اون لحظه ها تهدید نیستن بلکه میشن فرصتی برای رشد. الان یه نگاهی به اطرافت بنداز. پدر و مادری که هنوز کنارتن، بچه‌هایی که کنارتن، همسری که همیشه همراهته. اینا شاید بودنشون برات عادی باشه ولی ممکنه برای یکی دیگه آرزوی دست نیافتنی باشه. نعمت‌هایی که هیچ جوره نمیتونی جایگزینشون کنی. فقط یکی ازشون داری. قدرشون رو بدون. هر روز به خودت یادآوری کن که اینا چقدر با ارزشن. شادترین آدما کیا هستن؟ آدم‌های شاد لزوما کسی نیستن که همه چیز تو زندگیشون عالی باشه. اینا آدمایی هستن که برای چیزهایی که دارن ارزش قائلن. از لحظه‌های کوچیک زندگی لذت میبرن و برای چیزهایی که دارن شکرگزارن. چون وقتی به چیزی ارزش بدی همون چیز هم به زندگیت ارزش میده. یه دعای برای شکرگزاری همین الان از خدا بخواه. خدای کمکم کن توی هر شرایطی هر چقدر هم سخت باشه ارزش اون لحظه رو پیدا کنم. به هم یاد بده چطور شکرگزار باشم چون میدونم تو برای زندگیم یه برنامه عالی داری. به یاد داشته باش خدا میخواد تو رو به جاهای عالی ببره اما شرطش اینه که به هر چیزی امروز داری شکرگزار باشی. الهی آمین.